سلام، به برنامه دهم دریچه خوش آمدید. اگر شما هم علاقه‌مند به فوتبال باشید، طبیعتاً حواستون به برزیل هست. بازی‌های جام جهانی 2014 در برزیل تمام حواسا رو به خودش جلب کرده. اگر عکس‌هایی در حال تماشای این بازی‌ها می‌گیرین، اونها رو با ما به اشتراک بذارین تا بینندگان تلویزیون صدای امریکا اونها رو ببینن. تاریخ عکاسی در سینمای ایران با یک نام پیوند خورده، آقای اصغر بیچاره. آقای بیچاره قدیمی‌ترین عکاس سینمای ایران این روزها مقیم لس آنجلس در امریکاست. اما چه اتفاقی میفته؟ راوی تاریخ عکاسی در سینمای ایران مهاجرت کرده و در خارج از ایران زندگی میکنه. حالا صبر کن. این فوکوسش باسته که حاضر؟ مرسی. بیش از 70 سال فعالیت در عرصه فیلم و عکس کارنامه اصغر بیچاره را چنان پربار کرده است که کمتر کسی میتوان همچون او در حوزه عکاسی سینما در ایران یافت. علاقه‌مندی وی به عکاسی و نگهداری تصویر همچنان در آستانه 90 سالگیش نیز ادامه دارد. غنای آرشیو عکس‌ها و دوربین‌های اصغر بیچاره چنان بالاست که خود به تنهایی برای برپا کردن موزه اختصاصی کافی است. روی سکوتا موقع خودت صدا بذاری. بذار یه عکس بدم ببر روش، بذار هر کاری دلت میخواد بکن، از خودم هم خوشگل‌تره. بذار پس این اقلا بدم بهت. موقعی که دنیا اومدم عقلم به جایی رسید که بایستی یه کاری رو شروع کنم. عاشق عکاسی سینما بودم که سینما نبود در ایران. من عکاسی رو شروع کردم. عکاسی شروع شد 12 سالم بود. عکاسی با کردم، کارگاه عکاسی که فیلم‌های فرنگی رو کپی می‌کردم، فیلم‌های خارجی، که اولین کارم کپی از فیلم دختر لور آقای سپنتا بود. آقای خطیبی، پرویز خطیبی، یکی از شخصیت‌های خیلی خوب بود، طنزنویس بود، پیس‌های تئاتر می‌نوشت، بعد سینما شروع شد، قصه‌ای واسه فیلم نوشت و من تو رادیو زنده باش کار کردم. اون موقع نوار و اینا نبود، عصرها 2 ساعت 3 ساعت بیشتر برنامه نبود. از 1119 که شروع شد من خیلی جوان بودم، باش میرفتم به رادیو روزهای جمعه فقط. و سینما که شروع شد من از تئاتر که هم عکاسی میکردم هم رقاصی، چون اون موقع هر کی بازی میکرد میگفتن رقاصه، یا هر کی ویولون سازی میزد میگفتن این مطربه. در هر صورت تا به امروز اینجا که الان میبینید اومدم اینجا، تو تهران اینقدر هوا کثیف بود که این صورت من عین کونه پای این عمله ها که ترک میخوره به اونجا کشیده شده بود. رفتم کرج 1 سال باز نشد. من روزا میام اینجا همه 80 90 100 به بالا داریم، شخصیت های بزرگ. آقای بیچاره، چه اتفاقی افتاده که اکثر کسایی که ایران نمیتونن کار بکنن مجبور میشن بیان بیرون؟ ببینید، بیرو درواسی من بگم، در تمام دنیا سانسور هست، اختناق هست، ولی این کشور ما و چند تای دیگه خیلی زیادتره. تو همین امریکا شما یقین بدونید سانسور هست، یقین بدونید به این سادگی نیست که بعضی ها فکر میکنن اینجا آزادیه. نه، اینجا هم داره ولی حد داره. مال ما حد نداره. من چندین بار حتی تو ایران به خود آقای خاتمی زمانی که وزیر ارشاد بود بعد رئیس جمهور شد بهش گفتم ببینید قربان، ما با دست بسته توی فیلمامون داریم بابا کرم میرقصیم، در صورتی که بابا کرم رو باز دستت باز باشه قشنگ بتونی کاری بکنی. میخندید. هنوز این شب بالای سر منه
این دوربین من تا حالا اینجا توی این لس آنجلس 10 تا عکس نگرفتم. اینا میمونه تو آرشیو من. شما فکر کنم الان عکس بگیرم از شما، عکس به شما نمیدم. این یه سنده برای من میمونه برای تاریخ که پشتش وقتی ظاهر کنم مینویسم. هنوزم فیلم عکاسی میکنی؟ هنوز این تو نگاتیفه. نگاتیفم تا از ایران که اومدم سیاه‌سفید آورده بودم، سیاه‌سفید کار میکردم چون من خودم نگاتیفامو میشورم سیاه‌سفیدامو. الان دیگه رنگی زدم. منم ناچارم برم سراغ دیجیتال برای اینکه مشکل کار، یعنی قیمت بالاست. آرشیو مقدار زیادش اونجاست. اصل کاری ها رو آوردم و بقیه هم حالا یا تو تهران یه موزه دایر میکنم که فکر میکنم 99% در ایرانیم بشه. تمام عکاسای معروف از اولین دوربینی که ماشاءالله خان تو ناصر خسرو از ملک شعرا بهار عکس گرفته تا کنتاکش خودش زده تا مم جعفر خادم، موقع فامیلی نبود، هم پیاله رضا شاه، عکساشون رو کپی کردم با شیشه، همه رو دارم، دوربینش دارم. همینطور میاد تا 50 سال پیش که اینا رو من جمع آوری کردم، همه شناسنامه داره. با اینا هم زندگی میکنم توی آرشیو. من عمرم توی این آرشیو گذروندم. علت اینم که من وسایلمو به موزه ها نمیدم، موزه های دولتی، مال همینه. برای اینکه رئیسش عوض میشه میگه اون دوربین روسی خانه. روسی خان که جاسوس بود، این روسی خان نمیدونم داماد مظفرالدین شاه بوده، اون مال ماشاءالله خان. ماشاءالله خانم که نمیدونم فلان بود. این عکس گوگوش، اون عکس نمیدونم تابش، اون عکس فردینه. آخه یعنی چه؟ اینا تاریخه. اینه که فعلا نگه داشتم تا ببینم چی میشه. ممکنه من با خودم ببرم اونور، یه نمایشگاه اونجا بذارم. که میسم خسته میشم دیگه، 90 دیگه. محمد آقا خداحافظ. سمیه جعفری عکاس جوان ایرانی طی 2 سال مجموعه‌ای از عکس‌های افراد مهاجر در ایران تهیه کرده است که در این مجموعه هر شخصی یادداشتی نیز درباره علت مهاجرت خود نوشته است. خانم جعفری خود در این باره میگوید: میان اینک و اینک شتاب گرفته است. اینک مدام که سر برمیگردانم، کسانی که اینک کنارم، کسانی که اینک رفتن، کناری که کسانشان کنارشان نیستند. گنجی که لابد میارزد به یافتن آن لحظه ناب که زندگی گویندش. زندگی همان واژه ساده‌ای که هر روز از دستش میدهیم، دست میساییم راهی بیابیم، راهی شاید دور. سر که میچرخانم دور تا دور شور زندگی است که در سرشان میچرخد و خالی دستانشان، که پایشان را نه رفتن راه میبرد و نه درد دوری را آسان میکند. تجربه این واقعیت چیزی بود که درکش میکردم و عکس شما زبانی که برای آن میشناختم. این شد که در خرداد 90 در تهران شروع به ثبت لحظاتی از زندگی نزدیکترین دوستانم کردم. پیش که رفتم جنبه تحقیقی موضوع جدی‌تر شد و کار و آدم‌ها بیشتر. و من گویی در مهاجرت به درون 1 سال و نیم با آنها هم سفر شدم. سفری که از آن به تنهایی بازگشتم. چنان یک خداحافظی ناگفته با یک آرزوی نادانسته. من سامی، نه همون سام، 30 سالمه. حدود 1 ساله که ازدواج کردم ولی ببینی به هم نمیاد. خطم مزخرفه، دوستان به هم میگن فریزر. دارم میرم پیش عیال استکهلم تو سرما. منم که سرمایی. 12 سال پیش با هم دوست بودیم. بعد از 6 سال اومد ایران که ازدواج کردیم. اونجا هم که برم احتمالاً مربیگری رو ادامه میدم و فکر کنم که تا 1 یا 2 سال هم باید زبان سوئدی یا همون وایکینگی بخونم. رفتن یا موندن مسئله اینه. گاهی هم میری اما برمیگردی، باز میری و باز برمیگردی. تبدیل میشی به چیزی میونه موندن و رفتن. 24 آبان 1362 در بابل، شهری در استان مازندران متولد شدم. در همان کودکی زیر نظر پدرم که خطاط خوبی بود به خوشنویسی علاقه نشان دادم. در سال 2009 توسط گالری کاربون 12 کشف شدم.
چند سالی هست که به طور جدی و حرفه‌ای با اونها کار میکنم. شاید هممون از چیزی پناهنده ایم و خواهیم فهمید چیزی برای ترسیدن نیست. این دنیایی که بهش چسبیدیم و زندگیایی که ازشون حفاظت میکنیم قسمتی از یه چیز بزرگتر و بیشتره. وقتی بچه‌ها رو نگاه میکنم خیلی واضح میبینم امید، اون شانس زندگی رو. من شاهپور پویان متولد سال 1358 هستم. 2 فوق لیسانس از دانشگاه‌های ایران و آمریکا در زمینه هنر و فرم‌های معاصر هنری گرفتم و در ایران فلسفه نو افلاطون و سهروردی را نزد دکتر یگانه شایگان آموختم. حدود 2 سال است که برای مطالعه هنر معاصر و فرهنگ معاصر آمریکا به این کشور سفر کردم. زمینه مطالعاتی من اسطوره‌شناسی، ادیان و فلسفه معاصر هنر غرب است. اینقدر دلتنگ شدم که میون این دلتنگی همه له شدن. میرم تا دیگه تو له نشی و نه من. تو به رقص بادبادک میخندی، من به خنده تو. میبینی همیشه شادی ما به نخی بند است. آیا کسی هست که شهادت دهد ما در نگاتیو های سوخته میخندیم؟ دست به سر میکنم ثانیه ها را، دلم یک اتفاق ناخوانده میخواهد. ما الله یار و نسیم هم 2 نفر مثل بقیه 2 نفرهای دیگه مربوط به دوره‌ای از زمین زیرزمینی ها میشویم که در آن دوره پر است از این 2 نفرها. میان ماندن و رفتن شاید نفسم نفس بکشد، شاید به راحتی روزی. عکس‌های خود را با ایمیل darichad@voanews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و اینستاگرام برنامه با ما در تماس باشید.